وقتی که حکومت شورایی پراکنده شد همین سالها چند سال معاش کارگرها قطع شد. از همین سبب زندگی ما کمتر، فرزنددار بودم، وزنین‌تر شد. همسرم بیمار بودن، در بستر بودن. کودکانم دیگه سبب روزگذرانی نداشتیم. با همین سبب من در همین مکتب گذاشتم و کاری مؤسسه گذاشتم. همون سالها کم کم معلمان معاش میگرفتن. البته سالهای اول مشکل بود، اما ما در وقتی که در مکتب کار آمدم با کورس‌های تکمیل اختصاص رفته خوندم، کسب خودم را تکمیل دادم. 35 نفر کادرای من با قوت داریم که در حکومت شهر وحدت کار میکنن، در مکتب‌ها معلم کار میکنن و یا در من سیستم تندرستی کار میکنن. پروری رو من دوره های جوانی هم ناز میدیدم. همه وقت همراه خودم گل دارم در خانه، به گل من خودم رو خوشبخت حس نمیکنم. وقتی از کار میویم با در خانه با من کلینم با نبیره هایم باز دستیاری دراز میکنم. اگر در خانه خوراک نباشد من تیز رفته خوراک تیار میکنم. خیلی در برابر زندگی من هم فرزندایم رو تربیت میکردم، هم کار میکردم در کار دولتی. من 19 سال زندگی با شوهرم گذاشتن با سبب کسلی قند. همه فرزندانم را در زندگی من خودم با مهنت حلال خودم آنها را خوراندم، پوشاندم. البته سالهای خیلی مشکل بود، نان نبود. برای یافتن نان ما مشکلی میکشیدیم. نان رو با نرخ‌های بلند میخریدیم. خیلی برای یافتن همین نان ما سرگردان میشدیم، برای اون میرفتیم نوبت میستودیم از مگزین ها. من مقداری که نان میخریدیم، یک مقداری کم هم باشد خیلی به فرزندان میرسوندیم. خیلی البته برای ما مشکلی بود که ما در زندگی تنها موندیم و پدر فرزندانم از سرمون رفت. در اینجا دادرم بود، اون کس به ما کمک میکردن، اما وقت دستیاری دراز میکردن. ما ناامید نبودم که مثلا 7 فرزند من در کوچه میموند یا گرسنه میموند یا اینا خورزار میشوند. باید زن مادر هیچ وقت ناامید نباشد، باید یک قوه بزرگ داشته باشد که همین فرزندان خودش را خورانده پوشانده میتواند از این روزهای وزنی ناامید نشوید. من به همه زنهایی که من شوهراشان میپرتویند، شوهراشان از دنیا میگذرند، به همه آنها میگویم که ویها باید ناامید نباشند.